218 پیپ سود برگشت اینجا و جمعاً 4631 پیپ. $1 شده 4600 دلار. یعنی چی؟ 100,000 تومان 460 میلیون تومان. اچھا من رسولم و اینجا کانال سیاه و سفید تریدینگه و تخصص ما اینجا اینه که پیچیده ترین مسائل رو بهتون به آسون ترین روش ممکن توضیحشون بدیم. امروز 5 فروردین ماهه. سال نوتون مبارک بچه. امیدوارم اوقات خوبی رو کنار خانواده‌تون گذرونده باشید. این چند روز رو فعالیتی نداشتیم. اگر تحلیل هفتگی قبلی ما رو دیده باشید 100% میدونید دلیلشو. اول از همه خیلی 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 تبریک میگم به کسایی که این تحلیلای ما رو گوش میدن و گرفتنشون روی بازار، چون 3770 پیپ ما سود دادیم به بچه ها توی این هفته و این خیلی عدد بزرگیه، فوق‌العاده است این عدد. چرا؟ چون اگر شما یه دونه $1 داشتید، یه دونه 100,000 تومانی داشتید توی این بازار، باش کار میکردید و میذاشتیدش توی بازار، 3700 پیپ در میآوردید ازش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما یه 100,000 تومانی داشتید میذاشتیدش توی این بازار، 377 میلیون بهتون سود میداد. بچه‌ها طبق روال همیشه تحلیلامون رو روی بیت کوین، یورو و طلا داریمش و اینکه اون دوتا کوین این رو هم که کوین مارکت کپ بهمون بیشترین پامپ و بیشترین دامپش رو بهمون نشون داد رو هم تحلیل میکنیم تا اگر قرار باشه که اون روند خودش رو ادامه بده از اون ضرر بیشتر جلوگیری کنیم یا بهتون اون سود بیشتر رو بدیم. بیا شروع کنیم ببینیم این سود کجاها بوده. بچه چارتمون رو طبق روال همیشه، حالا همیشه هم نه اکثر اوقات، با بیت کوین شروع میکنیم تحلیلامون رو. انقدر دقیق بود که حتی به این نقطه رو هم که من گفته بودم ممکنه بیاد اینجا و بعد حالا یه تحلیل دیگه داشته باشیم، دقیقا رسید اونجا و اون تحلیل قبلی ما رو ادامه داد و سود کامل خودش رو داد. خب یه سریا اومدن اعتراض کردن که آقا اینجا ما استاپ خوردیم. خب بچه ها من استاپ رو بهتون نگفته بودم فلسفهش چجوریه. میومدید میپرسیدید لااقل توی کامنت ها بهتون بگم چی کار کنید تا استاپ نخورید، استاپ هانت نشید. البته این هانت نبود. بذار دقیق بهتون بگم چجوری استاپتون رو کجا میذاشتید. ببینید ما بعد از اینکه یه معامله رو باز کردیم میایم اون آخرین حد قیمتی رو که ریاکشن های قوی رو داشته بازار نسبت بهش به عنوان حالا استاپ خودمون در نظر میگیریم. این خیلی کلی بود، یه آموزش برای اون صدای لپتاپ منم اومد بالا، یه آموزش هم برای اون استاپ گذاری بهتون میدم. ببین چقدر فاصله داشتی تا استاپت، استاپ نمیخوردی عزیز من. در عوض اینجا یه دونه معامله 326 پیپ به بالا و اگه من خودم یک کریپتو کار بودم، اینجا من سرجمشون رو دارم که چه خبر بوده توی این بازار این هفتمون، ولی خب بیاید از اول بهتون بگم که چی شده. یه دونه 300 پیپ ما اینجا میتونستیم بگیریم با بیت کوین، به علاوه اینو که من گفتم اگر خودم کریپتو کار بودم دوباره یه دونه 260 پیپ و اینکه رسید به اون ناحیه‌ای که من گفتم رنج میشه. از اینجا 100% من بعد از شکست این سقف و ببینید چقدر پرقدرت شکست اینجا رو، من وارد یه معامله بای می شدم تا تارگتی که از قبل مشخص کرده بودم. این یه دونه هم بهمون تا دقیقا این تارگتی که از قبل براتون مشخص کردم 293 پیپ. بچه ها
فقط بیت کوین به ما 853 پیپ 850 پیپ بهمون میداد. یعنی اگر یک لات شما وارد میشدید $8500. ببینید انقدر دقیقاً تحلیل‌های هفتگی و روزانه ما سر آموزش و اون برآیند خودشون که شما میتونید بشینید پاشون تا بازار رو یاد بگیرید. اینجا رو اگر بازار رو کنار ما بودید میدونستید باید چی کارش کنید و از اینجا بعد از این کندل ضعیفی که داشتیم ما میتونستیم با این قدرت وارد یه معامله سل بشیم. اینو حسابش نمی کنم، فقط بگم که علاوه بر اون 850 تا یه دونه 180 پیپ رو هم میتونستید بگیرید. این هفته رو که دیگه اولین تحلیل سال 1404 ماه بیایم شروع کنیم. ببینید خطای مشکی که برای قبل بود پاک میشه، اینا دیگه مثل روال همیشه قبل رو دیگه نمیبینیدش. برعکس این سفیدا رو در نظر داشته باشید تا شروع کنیم. از بای شروع میکنم. ببینید چیزی رو که من در نظر داشتم، اگر بیت کوین تونست قیمت 89,000 تای خودش رو مجدد ببینه و بشکنه، یه معامله بای من دارم تا تارگت چند 91,000 تا و این تارگت اولم بود که میشه این ریاکشن های خاص این تیکه اینجا. ببینید اینا رو کشیدم از قبل آماده دارم که ویدیوه طولانی نشه و اگر هنوز اینجا که رسید 91,000 تا قدرتش به شدت ادامه داشت، من معامله خودم رو نگه میدارم، یه سیو سود روش میزنم تا تارگت بعدی خودم 93,000 تای بیت کوین. بچه حالت بعدی بیت کوین اینه که رنج بزنه. اگر قرار شد رنج بزنه، اون استراتژی همیشگی خودمون BLSH buy low sell high میکنیم. چجوری اینجاها رو در نظر میگیریم؟ به عنوان حمایت و مقاومت این سقف و این کف. اینجا توی این کف ما میایم میخریم، اینجا میفروشیمش، دوباره میایم اینجا میخریم تا حالا احتمال کمتری رو من میدم بهش تا اینجا دقیقا قیمت 87,800 بخوام خیلی پر ریسکش نکنم. بیام حالت سوم یعنی سل بیت کوین رو بررسی کنیم ببینیم چجوریه. بچه‌ها اگر بیت کوین تونست این کف خودش، یعنی بذارید کفترینش رو پیدا کنم، پایین ترین قیمتی که اینجا داشتیم رو من 86,360 در نظر میگیرم. اگر اینجا رو تونست پرقدرت بشکنه رو به پایین، من وارد یه معامله سل میشم تا تارگت کوچیک اولیه خودم، یعنی قیمت 85,800 و اگر دیدم که روندم قدرت داشت، هنوزم میتونم باهاش سود بگیرم، یه سیو سود کوچیک میکنم اینجا تا تارگت بعدی خودم 84,500. احتمال خیلی پایین تر تارگت سوم اگر بخوام بهتون بدم 83,500. بیت کوین رو فعلا ببندیمش، بریم سراغ یورو. یورو هر دو طرف ما رو سود داد. یعنی چی؟ بیای بهتون بگم. اینجا تارگت بای ما رو گرفت، کامل نه، چون ما اینجا اگر روندمون رو میدیدیم که ضعیف شده خارج میشدیم. این تارگت بای یوروی ما بود که به همون 385 پیپ میداد، 5 پیپ. و تارگت سل بعدیمون که من از اینجا گفتم اگر این قیمت 87 خودش رو شکست، من وارد یه سل میشم، میگرفتم تا دقیقاً رسیده به اون تارگت من 1.80-89 خودش و اینجا رو هم من میگرفتم قطعاً 613 پیپ، 1850 پیپ تا اینجا. بچه توی تحلیل‌های هفتگیمون اون استراتژی BLSH رو هم بهتون گفتم که چه خبره، چه جوریه. توی بازار رنجی مثل اینجا من یه BLSH میکردم که به هم سود میداد قطعا. بذاری ببینیم چقدر سود میشد تا اینجا. یه دونه بای میگرفتیم اینجا با این ضعف قدرت، با این شادو اینجا، با اجازهتون 450 پیپ
340 پیپ. اینجا رو اگر من خودم بودم، چون بازار بلا تکلیف بود، توی این محدوده معامله نمی کردم، چون دیدم که به این ناحیه همش ریاکشن داشته. به اینجا، به این سقف، یه معامله سل خوشگل می گرفتم. چرا؟ چون این کندل پرقدرت نزولی رو دیدم آقا جان و می اومدم تا پایین. تارگت من این شکلی بود. ببینید این کف اینجا رو وصل کردم به این، اومدم اینجا، یعنی 585 پیپ. تا اینجای کار یورو و بیت کوین 3586 پیپ بهمون میداد. بس بیایم سراغ تحلیلای این هفتمون. توی یه ناحیه یورو که اگر قرار باشه ما بای کنیم روش، منتظر میمونیم تا این محدوده قیمتی 82.33 خودش رو بشکنه به سمت بالا و یه پولبک ریز تو تایم فریم پایین تر به همون بده. اون موقع است که ما باش بعد از دیدن اون تاییدیه های لازممون یه معامله بای خوشگل میکنیم تا 85.42 تارگت اول و نهایتا برای من یورو بایش تا 92.92 خودشه که به نظر خودم خیلی هم میتونه کافی باشه. بچه برای معامله سل روی یورو، اول این که ما باید حتما یه روند پرقدرت رو ببینیم توی این بازار که اومده و این ناحیه 23 فیبوی منو شکسته. بچه فیبوی که من میندازم از اول روند تا آخر روند رو که قاعدتا میکشیم 0 که همیشه هست. چیزایی که من خودم استفاده میکنم 23 نیمه اون روند، حالا این سبز خیلی مشخص نمیشه روی این بک‌گراند، و 78 خودش. بیایم اینجا، این رو شکسته بود. این تاییدیه دوم من بود برای سل کردن یورو. اگر 79-71 رو شکست و پرقدرت به قیمت اینجا، این کف اینجا که خیلی هم ریاکشن های قشنگی رو داشته بازار، 78-70 خودش اتک زد و پایین تر رفت، اونجا من یه دیده سل دارم، تارگت کوچیکی هم براش میذارم اینجا 74.92 یورو. و نهایتا اگر قرار باشه من هنوز سلر باشم روی یورو، محدوده بعدی رو که میگیرم این نیمه یورو هستش. اینجا نصف روند رو دیگه اصلاح کنه خیلیه. 66 اگه بخوایم دقیق تر در نظر بگیریم میتونیم داشته باشیم. بچه فکر میکنم برای یورو هم کافی بود. احتمال رنج زدن رو اینجا من کم میبینم، برای همین نگفتمش. بریم سراغ طلا. بچه حتی طلا هم دو طرفه بهمون سود میداد. بیاین اینجا بهتون نشون بدم چجوری. اول تارگت بای ما رو خیلی خوشگل می اومد میزد بهمون دقیقاً 236 پیپ بای سود میداد و بعد از اینکه ما تارگت بایمون رو اینجا گرفتیم منتظر یه موقعیت وای میستیم که اگر خودمون تریدر باشیم میایم تحلیل میکنیم میگیریم. اینجا یه دونه بای خوشگل میتونیم از طریق میکرو کانال ها داشته باشیم. ببینید یه سری اصطلاحات تخصصی، خیلی تخصصی هن اینا، من دارم توی همین صحبت کردنام بهتون میگم. اگر برید پیگیر اینا بشید قول میدم بهتون یه تریدر خیلی حرفه‌ای میشید. 100% ما خودمونم براتون آموزش میذاریم. یه استراتژی دیگه هم هست اینجاها که شما توی روندهای نزولی یا صعودی میبینید اینقدر شارپ میریزه بازار و یه بازی میکنه قبل شما، بعد از این بازیه حالا این خیلی سفسطه داره، خیلی قانون داره، خیلی باید حواستون جمع باشه تا اینجا ضرر نکنید. شما میتونید پلی وارد بشید، یکی اینجا یکی اینجا دوباره بازی کرد، یکی اینجا میتونستید وارد بشید و سود بگیرید ازش. اینا رو من نمیگم،
چرا؟ چون ریز جزئیات داره و در همین حد هم کافی میدونم که دونسته باشید. خب تارگت اول ما رو دید و اومد و برگشت به اون ناحیه قیمتی که ما از قبل یه تحلیل داشتیم. اینجا ما وارد یه معامله سل می شدیم و چقدر قشنگ و زیبا اومد و صاف رسید به همون تارگت ما برای سلمون. و اگر شما همراه ما بودید اینجا کاملا سودده بود براتون، 313 پیپ. اون استراتژی BLSH رو هم که توی رنج شدن بازار من در نظرش میگیرم، این رو بذارید کمش کنم چون بر اساس استراتژی خودم اومدم اینو گرفتمش که خلاف روند رو هم من یه جایی وارد میشم. اصلا به شما پیشنهاد نمی کنم و اصلا نباید این کارو بکنید. اوایل کار خیلی ریسک داره و یه سری جزئیات برای استراتژی شخصی هر کسی هست که ممکنه که شما سر در نیارید ازش. حتی استراتژی شما رو من ممکنه ندونم چی به چیه، اصلا ایرادی نداره. فقط اون چیزی رو در نظر داشته باشید که برای خودتون سود سازه. BLSH که ما ممکن بود بتونیم روی طلا، اونس جهانی طلا انجام بدیم و سود ساز باشه برامون، طبق اون چیزایی که من قبلا بهتون گفتم، اینجا به همون یه معامله سودده سل میداد تا تارگت قبلی که بهتون گفته بودم 3005 که اینجا از روی این کفه مشخص میشه و این جایی که قبلا بهتون گفتم و حتی قبلترش این نوک شادوه، ما میتونستیم سود بگیریم و اینجا 3000 که اتکم زده بود تا موفق نشد. بیا ببینید چه خبر بود. یه دونه سل خوشگل 278 پیپ 8 پر قدرت. وقتی ما میبینیم که داره بای میشه باش وارد میشیم، ما باید سود خودمون رو بکشیم از بازار. قرار نیست که فقط ببینیم و بعدش حسرت بخوریم چرا کار نکردیم. 218 تا 218 پیپ سود برگشت اینجا و جمعاً 4631 پیپ. $1 شده 4600 دلار. یعنی چی؟ 100,000 تومان، 460 میلیون تومان اگر حواستو جمع کنی. بچه‌ها رسیدیم به تحلیل هفتگی امروزمون برای طلا، اون بازاری که من عاشقشم. بیایم اینجا. طلا توی یه رنج گیر کرده همونجور که میبینید و الان بهتون گفتم. طلا رسیده به یه محدوده حمایت. اینجا ببینید مقاومت بوده، اگر اینجا رو قرار باشه فیل بریک اوتش کنه میشه دوباره همون مقاومته و اینو من دوباره باید بیارم بکشمش اینجا و این محدوده خودم رو اکستندش کنم، یعنی افزایشش بدم، نه اون محدوده درگیری قیمت توشو. اگر برای بای کردن طلا ما منتظر بودیم باید بیشتر وایسیم تا این قیمت 3037 خودش رو بیاد به سمت بالا پرقدرت بشکنه و 3040 رو بخوام بگم بهتره، 3040 خودش رو پرقدرت شکست، ما یه معامله بای خوشگل میگیریم تا کجا؟ تا 3047. کوچیکه ولی خب سود میده بهمون. هیچ وقت نباید طماع باشیم هیچ جا و فارکسی که از اونایی که خیلی بیشتر ممکنه به زمین بکوبه ما رو. اگر قدرت بازار ادامه داشت بعد از شکستن این قیمت 3047 ما اون بای خودمون رو سیو سود میکنیم و ادامه میدیم تا تارگت قیمتی که این نوک هست، همون تارگت قیمتی قبل منه، 3055 طلا. بچه ها اگه قرار باشه ما اینجا روی طلا سلر باشیم وای میستیم تا این کفی که اینجا که حتی به نظر من اون حد مرکز این رنج بین قیمت 3005 تا
3035 هستش رو به سمت پایین بشکنه تا ما یه سل خوشگل تا تارگت همون 3005 که اینجا من دارم داشته باشیم و اگر بیشتر قدرت داشت و شکست اینجا رو مجدد که حتی نایه قبلی من هم هست، ما یه تارگت داریم تا 2990 برای طلا و بعدش 2970 که کف این ناحیه فشردگی و افزایش نقدینگی روی طلا بوده تا این افزایش قیمت رو بهش بده. طلا همین الانش همون ناحیه رنج خودش رو ساخته و من VLSH رو بهتون پیشنهاد میکنم اگر دیدید که رنج خودش رو ادامه داد. این هم از طلا. بریم سراغ اون دوتا کوینی که بیشترین پامپ و بیشترین دامپ رو توی بازار داشتن. این پی رو همیشه خدا قرار ما داشته باشیم. این بیشترین دامپ رو داشت. کرونوس فکر کنم بود اسمش. من اونجایی که من کریپتویی نیستم حق بدیم بهم تا اسمای اینا رو دقیق ندونم چی به چیه. چارت پی رو من خلوتش کردم تا ببینیم چه خبره. یه چارت قشنگ اینجا بهتون یه دونه سیل داده بودم، بذارم پاکش کنم. دوباره پی برای ما یه ناحیه ساخته بود اینجا، برگشت به اون کف قیمتی که از اونجا یه هوب پامپ کرده بود. خب بچه این کف قیمتی هایی که یهو میان خریدارا توش خرید خودشون رو انجام میدن همیشه برای ما مهم بوده و ما میتونستیم روشون معامله های سوددهی داشته باشیم. حالا اینجا چه معامله‌ای میتونیم داشته باشیم بریم ببینیم. اگر شما یک کریپتو کار باشید که من خودم نیستم، اینجا برای من یه قیمت خوب برای خریدن پی بود. خب حالا که ما مثلا خریدیم پی رو، اولین تارگتی رو که میتونیم داشته باشیم این محدوده 162 بذار دقیق بهتون بگم، این محدوده 213 برای پی است که اگر خریدار بودیم و معامله بای داشتیم میتونه باشه. و تارگت دوممون نوک این شادویی که قبلا اون خریدارای کت و کلفت بازار رسیدن بهش و سود خودشون رو گرفتن میتونه باشه، یعنی دقیقا قیمت 1636 برای پی. خب اگر قرار باشه که بیشتر از این بریزه، ما باید اول از همه این کف اینجا رو بتونیم بشکنیمش 8855 و بعد پرقدرت دیدیم بازار رو یه سل به سمت پایین میگیریم تا 75 74. چرا اینو من مشخص کردم؟ برمیگردیم به قبل، چون ناحیه نقدینگی و فشردگی بازار بوده و از اینجا بودش که تونست با این شادو و ریز ریز بازار و پول بک زدن های خودش به سمت بالا بشکنه و از همینجا من یه تارگت میبینمش. بریم سراغ کرو به تتر. همیشه خودم بهتون گفتم تکنیکال اونقدر جدی نگیرید روی کوین های پایین دست بازار. ببینید این شادو و این حرکت های عجیب غریب رو میره، اینا فقط کارهای نهنگه، فقط کارهای خریدارا و فروشنده های کت و کلفت بازاره و کاری از دست اون تکنیکالیستا بر نمیاد سر اینا. با این حال اگه از دید تکنیکال ما خط مقاومت اینجا میکشیدیم، این سقفا رو به هم وصلشون میکردیم، بعد از شکستن اینجا میاد و پول بک میزنه، یه بای داشتیم که سود خوبی به اون ممکن بود بده، میرسوند خودش رو دوباره توی همون کف و میشکست دوباره به سمت بالا با یه حجم زیاد خرید و سودده میشد. اگر کرو تونست توی این محدوده این کندل پرقدرت و سقفش رو بشکنه به سمت بالا، قیمت 11
60 بخوایم در نظرش بگیریم، 60 تا 70 ما یه بای میتونیم داشته باشیم تا محدوده قیمتی 12600. اجا این تیکه آخر ویدیومون مشکل پیش اومد، حافظه پر شد و مجدد داریم ضبطش میکنیم، احتمالاً یه خورده کادرامون به هم بریزه. خب بریم سراغ کارمون. شکر خدا اینا رو پاک نکرده بودم. کرو بچه ها اگر قرار باشه که ما یه معامله سل داشته باشیم روش، صبر میکنیم تا این ناحیه که خودش ساخته الان رو بیاد به سمت پایین، این کفیو که ساخته 98.59 خودش رو پر قدرت به سمت پایین بشکنه. اون موقع است که ما تازه به فکر سل میفتیم تا یه تارگت کوچیک به اندازه قیمتی مشخصش هم کردم، دوباره دارم اندازه میگیرم 90.13 خودش. خب بچه این بود از تحلیل تکنیکال این هفته ما. حرف خاصی نیست، فقط معرفی کنید به دوستاتون. خیلی دقیق داریم کار میکنیم توی این دلار 100,000 تومانی. خیلی مهمه که دست همدیگه رو بگیریم، معرفی کنید تا یه چرخی رو تو زندگی همدیگه به حرکت در بیاریم. تندرست و پر روزی باشید.